الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل كرم الله سبحانه وتعالى این حلقه 77 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى، كلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. بإذن الله در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط ششم صحت لا اله الا الله دارد که این قبول است بیان خواهیم کرد. اولین مسئله این است که محلی، یعنی جای شرط ششم لا اله الا الله القبول، محلش کجاست و چند رکن ها دارد. محل قبول این قلب است و زبان است. قبول در قلب به وجود می آید و در زبان به وجود می آید، یعنی جایش، محلش، جایش، مکانی که در اونجا قبول باید به وجود بیاد این قلب است و زبان است و رکنهایش متعلق به همین قلب و زبان است و لازمترین چیز قبول این عمل است، در عمل است. ما این رو میگیم لوازم. پس محلش قلب است و زبانش زبان است و رکنهایش 3 تاست. اولین رکنی، یعنی چیزی ضروریه که قبول به این رکن به وجود نمی آید، همیشه ما میگوییم که رکن این خودی چیز است، یک چیزی که به رکن تصور کردنش ناممکن است. رکن انسان، مثلا قلب انسان، اگر قلب نباشد انسان به وجود نمیاد، میمیرد، انسان شدنش ناممکن است. پس رکنی هر چیز این اساس خودی همون چیز است که از همون چیز جدا کرده نمی شود. رکن قبول 3 تاست. اولش قبول قلبی، قبول قلبی و باطنی و درونی است و این قبول قلبی باطنی این است که انسان اقرار بکند، اعتراف بکند و راضی شود و تسلیم شود و خرسند شود و تصدیق بکند همه شریعت الله رب العزت و الجلال را و از همه شریعت راضی باشد و خرسند باشد. این را میگن رکن اولی قبول، قبول قلبی باطنی. انسان باید به قلبش، درونش باید تمام شریعت رو قبول بکند. معنای قبول چیست؟ ما به شما بار دیگر میگیم اقرار بکند، اقرار کردن شریعت و اعتراف کردن شریعت، تمام حکم شریعت رو اعتراف کردن، راضی شدن به تمام احکام شریعت، به تمام چیزی که شریعت آمده است، تسلیم شدن به هر حکمی که شریعت آمده است، خرسند شدن به همه کاملی شریعت، از یگان جای شریعت، از یگان مسئله حکم ناراضی نشدن، غمگین نشدن و همه شریعت رو به پورگی تصدیق کردن. انامین رو قبول میگن. قبول فقط این نیست که انسان بگه بله من شریعت اسلام رو قبول کردم و بعد از بعضی جا ناراضی شود، در بعضی جا تسلیم حقیقی نشود، در بعضی جا از حکم شریعت هم ناراضی و هم غمگین باشد، تصدیق نکند. این انسان اصلا قبول نکرده است. چرا که معنای قبول کردن فقط بله من قبول کردم گفتن نیست، چندین چیز را در بر میگیرد. اقرار، اعتراف، راضی شدن، تسلیم شدن، خرسند شدن، تصدیق کردن، که این 6 چیز است که باید همه اش به وجود بیاد. پس اولین رکن قبول این قبول قلبی، با قلب
خرسندانه قبول شدن است که امروز بسیاری از انسان‌هایی که خود را مسلمان میگند از این نمودی قبول دورند و این نمودی قبول را به جان آوردند. به زبان میگند که ما مسلمانیم، اما وقتی که نظر میکنیم به همه شریعت اقرار نکردند. اگر اقرار کرده باشند هم راضی نیستند، اگر راضی شده باشند هم تسلیم نشدند. یعنی شریعت رو اقرار کردند، راضی شدند، اما تسلیم نشدند، عمل نمی کنند، به حجاب عمل نمی کنند، به حرام بودن زنا قائل نیستند، به حرام بودن بعضی از محرمات قائل نیستند، به مانند شراب و غیره، یا که به سنت بودن ریش قائل نیستند، یا که به دیگر نمود احکام شریعت، یا که اقرار میکنند، راضی هستند، تسلیم شدند، اما خرسند نیستند. به قلب، به درون قلبشان از همین چیزها نفرتشون میاد. اعوذ بالله من ذلک. بعضی ها هستند که به مجرد دیدن یک عمل اسلامی نفرتشون میاد. ریشدار را بینند، حجابدار را بینند، نماز را بینند، در یک چیزی دیگری را از اسلام ببینند نفرتشون میاد، یا سنت رسول الله را ببینند. اعوذ بالله من ذلک. این دلالت میکرد که قبول ندارند، قبول قلبی ندارند، قلبشون کامل نیست. البته نداشتن قبول کاملا انسان رو کفر میکرد و البته ما در آینده به شما بیان میکنیم که قبول هم این اصل دارد مثل ایمان و فرع دارد. اصل قبول وقتی که رفت انسان کفر میشد و وقتی که فرعش رفت، فرع به چند قسم تقسیم میشد، به واجبات، مستحبات. در بعضی حالات انسان گناهکار نمیشد و در بعضی حالات گناهکار میشد در حالت فرع. پس اولین رکنی قبول این قبول قلبی درونی هست و همین قبول قلبی، قبول با دل قبول کردن، به دو قسم تقسیم میشد. قول قلب که ما این مسئله رو در حلقه های بیان ایمان و بعد از این در همین شرح کلمه لا اله الا الله به شما چندین مرتبه بیان کردیم که قلب به دو قسم تقسیم میشد، عمل قلب به دو قسم تقسیم میشد. قول قلب یعنی سخن قلب و عمل قلب. پس قبول قلبی به دو قسم تقسیم میشد. قبول قلبی قولی، اون قبولی که تعلق به قول قلب، به سخن قلب دارد. به مانند چی؟ به مانند تصدیق کردن به قلب، شناختن، معرفه به قلب، یقین به قلب، استماع به قلب. این همه چیزها، این همه عملها، عملهای سخن قلب است. و قبولی که متعلق به عمل قلب است، به مانند همیشه قائم بر اقرار بودن، تسلیم شدن، راضی شدن، اجابت کردن و اعتراف کردن، که این البته عملی قلب است. معرفه قول قلب است، اعتراف عمل قلب است. بارک الله فیکم. پس این چیزهایی که ما ذکر کردیم دو قسم از قسمهای قبول قلبی بود. اونی که تعلق به قول قلب دارد، اونی که تعلق به عمل قلب دارد. دومین قبول عمل، یعنی دومین رکن قبول، دومین رکن قبول، البته ما یکمین رکن را به پایان رسوندیم. رکن اولی قبول گفتیم این قبول قلبی هست، درونی هست، که عمل قلب به دو قسم تقسیم می شود، قول قلب و عمل قلب. و بعد از این میگیم که رکن دوم قبول، قبول قولی ظاهری، یعنی به زبان قبول کردن، با زبان سخن کردن و با سخن قبول کردن، اقرار کردن با زبان. و سومین رکن قبول این قبول عملی ظاهر، قبول عملی الظاهری. بارک الله فیکم. و البته ما مسئله قبول عملی ظاهری رو به شما بیان میکنیم. پس سوال به وجود می آید که آیا قبول عملی هم وجود دارد؟ بله برادران و خواهر موحدم، قبول عملی هم وجود دارد که متعلق به ظاهر است، به بیرون، به ظاهر، متعلق به ظاهری انسان است
و این عملی جسم است. عمل نمودن با جوارح، عمل نمودن با جسم، انمین قبول عملی است. چه خیلی که فضیل ابن عیاض رحمه الله گفتند، ما در حلقه گذشته بیان کردیم که فضیل ابن عیاض تبع التابعین خراسانی گفتند که الایمان عندنا، ایمان در نزد ما اقرار با زبان است و قبول نمودن با قلب و عمل است. ببینید ایمان را چی گفتن؟ اقرار کردن با زبان یعنی گفتن لا اله الا الله با زبان و قبول کردن همین لا اله الا الله با قلب، هم با قول قلب هم با عمل قلب. تصدیق و معرفه و یقین که این قول قلب است، اعتراف و تسلیم و رضا که این عمل قلب است، و بعد از این قبول و العمل، قبول بالقلب و العمل یعنی قبول کردن ایمان با عمل. چگونه با عمل ما قبول میکنیم؟ یعنی عمل نمودن با جسم همین قبول کردن است. و این روایت را البته لالکائی رحمه الله، امام اهل سنت و الجماعه، صاحب کتاب شرح اعتقاد اهل سنت و الجماعه، روایت کردند. پس ببینید عمل این مضمون قبول نیست، یعنی معنای قبول عمل نیست. ما در حلقه گذشته گفتیم که کلمه قبول به خودش به نهایت مرادف کلمه های دیگر دارد. قبول به مانند تسلیم شدن، راضی شدن، گرفتن، اعتراف کردن. اما عمل این هم معنای کلمه قبول نیست، بلکه کلمه عمل از مضمون، از معنای کلمه قبول نباشد هم از لوازماتش است. عمل از مضمون قبول نیست، از معنای کلمه قبول نیست، اما از چیزهای لازمی، ضروری و از طلبات و مقتضای کلمه قبول است. بارک الله فیکم. معنای این سخنمون این است که انسان وقتی که به قلبش و به زبانش دین را قبول می کند، حتما باید به جسمش عمل نماید، انقیاد داشته باشد و قبول کرده اش را نشان بدهد. پس این دلالت میکند که عمل کردن این رکنی قبول است. عمل خودی کلمه عمل از معنا و مضمون کلمه قبول نیست، بلکه از لوازمات، چیزهای ضروری کلمه قبول است. به مانند مثال عادی، یک کسی به شما یک امری کرد، یک درخواست کرد، یک خواهش کرد، شما گفتید قبول کردم، اما خواستش رو به جا آوردید. معناش این است که شما قبول نکردید. قبول کردن معناش این است که شما همین چیز رو به جا آوردن، عمل نمودن است. بارک الله فیکم. یعنی وقتی که ما کلمه قبول رو تنها خودش رو مطلق ذکر میکنیم، هیچ معنای عمل رو به ما نمیفهماند، عملی جوارح رو به ما نمیفهماند. یعنی این اصل همین است، اصل همین است که کلمه قبول معنای عمل با جسم رو در بر نمیگیرد، مگرم زمانی که کلمه قبول رو ما در پهلوش قید بکنیم عمل رو. یعنی بگویم که به مانند این که قبول الجوارح او قبول العملی، قبول کردن با جسم و قبول کردن عمل. زیرا که خود قبول رو بگید که قبول کردن دین گوید، در این حالت بعضی ها فکر میکنند که قبول کردن فقط با قلب است و با زبان است. نه، این چنین قبول کردن با عمل است. بارک الله فیکم. پس از این میفهمیم که رکنی قبول این سه توست: قبول قلبی، قبول زبانی و قبول عملی. بارک الله فیکم. این بود مسئله از مسائل. و مسئله دیگر اینجاست که مقصد از قبول عملی چیست؟ مقصد از قبول عملی، وقتی که ما قبول عملی میگیم چی مقصد داریم؟ این انقیاد است. انقیاد یعنی انسان هر امری که از شریعت یافت فهمید باید عمل بکند، آشکار بکند، قائم بر همین عمل باشد، به جسمش عمل بکند. پس عمل کردن با جسم این رکن ایمان است که ایمان به عمل صحیح نمی شود.
مخالف مرجئه ها عمل را از ایمان نمیدونند، لیکن قول صحیح همین است که عمل از ایمان است و این چنین عمل از چیزهای ضروری یعنی از قبول است. بارک الله فیکم. علاقه بین قبول و انقیاد چگونه است یا در چیست؟ آیا قبول و انقیاد به همدیگر علاقه دارد؟ قبول کردن. انقیاد معنایش چیست؟ معنای انقیاد یعنی عملهای شریعت رو همیشه انجام آوردن و همیشه به احکام شریعت سر فرود آوردن. این انقیاد است. باید بدونید که قبول و انقیاد این هر دوش دو شرطی صحت لا اله الا الله است. قبول شرط صحت ششم، انقیاد شرط صحت هفتم لا اله الا الله است. هر دوی این کلمه، هر دوی این شرط ششم و هفتم لا اله الا الله به نهایت به همدیگر علاقه سخت دارد. یکیش دیگرش رو در بر دارد. هر دوش یک دیگریش رو در بر میگیرد. قبول انقیاد رو در بر میگیرد، انقیاد قبول رو در بر میگیرد. یعنی انقیاد به قبول به وجود آمدنش ناممکن است و قبول به انقیاد به وجود آمدنش ناممکن است، که البته در بعضی حالت ها قبول کردن به انقیاد ممکن است که گرچند که صحیح نیست اما به وجود آمدنش ممکن است. بعضی انسان شریعت رو قبول میکند، همه رو 100% قبول میکند اما انقیاد ندارد، عمل ندارد. اما انقیادی که از انسان صادق به وجود میآید حتما قبول دارد. بارک الله فیکم. برای من علما میگن قبول و انقیاد این دو کلمه است که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اگر هر دوش در یک جا جمع شده ذکر کرده شود معنای خاص خود را دارد. یعنی قبول و انقیاد وقتی که هر دوش در یک جمله می آید هر دوش معنای الوهیدگی خاص را دارد. یعنی قبول عملهای باطنی، قول قلب، عمل قلب و عمل زبان را در بر میگیرد، معنی میدهد، یعنی به همین معنا می آید. و انقیاد به معنای عملی جسمی، یعنی یک جمله رو خونده، جمله عربی، جمله شرعی رو که در یک جمله هم کلمه قبول آمده است هم کلمه انقیاد، دو شرط در یک جا آمد. در اینجا چی معنا میدیم؟ ما میگیم قبول این معنی عملهای باطنی را میدهد و انقیاد معنای عملهای ظاهری جسمی را میدهد. اما اگر هر دوش در یک جا نبیاید بلکه فقط یکیش در یک جا بیاد، تنها به تنها بیاد، در یک جمله فقط ما قبول رو دیدیم یا که فقط انقیاد رو دیدیم، هر دوش یکیش رو، در این حالت وقتی که تنها آمد یکیش معنای هر دوش رو میداد. وقتی که در یک جمله ما مثلا کلمه قبول رو دیدیم، شرط ششم صحت لا اله الا الله رو دیدیم اما انقیاد رو ندیدیم، باید در این حالت بدونید که قبول در خودش معنای انقیاد رو هم دارد. مثلا ما گفتیم که شرط ششم صحت لا اله الا الله این قبول است. باید دانید که انقیاد هم در درون این سخن ما است، عمل هم وجود دارد. وقتی که گفتیم که انقیاد شرط صحت هفتم لا اله الا الله است، باید بدونید که قبول هم در درونش دارد. یعنی در یک جمله اگر هر دوش یک بار بیاد معنای الوهیده دارد و اگر الوهیده بیاد یکیش معنای دیگرش رو در بر میگیرد. که البته این قاعده رو ما چندین مراتبه تکرار کردیم، به مانند کلمه شرک و کفر که به هم دیگر هم معنا هست، یا به معنای کلمه حمد و شکر که همین قاعده رو در بر میگیرد. بارک الله فیکم. پس فرق بین انقیاد و قبول، یا که قبول و انقیاد فرقش در چیست؟ مهمترین فرق در این است که علما میگن انقیاد از قبول دیده عامتر هست. انقیاد عام است، از قبول دیده زیادتر معنی رو در بر میگیرد. چرا که علما میگن هر یک انقیاد شرعی، یعنی عمل کردن، همیشه پابرجا بودن به عمل شرعی، قبول رو هم در بر میگیرد. اما هر یک قبول انقیاد رو در بر نمیگیرد. چرا که هر کسی که عمل رو انجام میدهد، عمل اسلامی رو انجام میدهد، ما میگیم که حتما قبول کرده است که عمل انجام میدهد، غیر از منافقین. چرا که منافقینی که کفر نفاق اعتقادی دارند، یعنی نفاق کفری اعتقادی دارند، اینها ظاهرا عمل میکنند اما باطنا قبول ندارند. اما انسان‌های صادق، انسان‌های مؤمن و مسلمان کسانی هستند که وقتی که عمل میکنند این دلالت میکرد که قبول کرده اند که عمل میکنند. اگر قبول نمیکردند عمل نمیکردند. از همین جهت
انقیاد قبول رو در بر دارد، اما قبول همیشه انقیاد رو در زیرش داشته نمیتواند، در بر ندارد. زیرا که بعضی انسان ها شریعت رو چه خیلی که گفتیم قبول میکنند، باطنا قبول میکنند اما ظاهرا عمل نمیکنند. چه خیلی که امروز خود مردمی ملت ما هم همچنین انسان ها زیادند، میگند الحمدلله ما مسلمانیم، دلمون پاک است، در مذهب جهمیه هستند. در این مسئله خودشون رو مسلمان میگن لیکن عمل نمیکنند. الله المستعان. حالا که ما گفتیم عمل این رکنی قبول است، قبولی که به عمل است این دروغ است، این قبول کردن نیست. و عمل این رکنی ایمان است که اگر مطلقاً عمل رو کسی ترک میکند، هیچ عملی خیری اسلامی رو انجام نمیدهد، این کفر است. بارک الله فیکم. و دومین فرق قبول و انقیاد یا که انقیاد از قبول این است که انقیاد متعلق به عملی ظاهری است، انقیاد متعلق به عملهای ظاهری جسمی است، قبول متعلق به عملهای زبان و عملی قلب و درونی است. فهمیدید؟ قبول متعلق به عملی درونی است و زبان است، درونی و زبان، و انقیاد عملی متعلق به عملی جسمی است، ظاهری است. سومین فرق انقیاد از قبول یا قبول از انقیاد این است که قبول همیشه پیش از انقیاد می آید و انقیاد از قبول دیر می آید، یعنی بعد از قبول می آید. یعنی انسانی که عمل میکند اول قبول میکند بعد عمل میکند. انسان اول قبول میکند بعد عمل میکند بعد انقیاد میکند. بارک الله فیکم. انا این سه فرق قبول و انقیاد بود. بارک الله فیکم. پس باید بدانید که قبول لازم میشمارد، ضرور میداند که انقیاد به وجود آید. قبول حق و صادق لازم میشمارد و ضرور میداند که انقیاد به عمل، پابرجا بودن به عمل به انسان به وجود آید. انقیاد اینچنین علما میگن یشمل الخضوع، خضوع یعنی سرفرود آوردن به اوامر الله. انقیاد این سرفرود آوردن به امرهای الله و انجام دادن تمام امرهای الله در همه حالت است. انجام دادن فرضها و سرفرود آوردن به تحاکم شرعی، سودهای شرعی در همه حالت، گرچنده که به ضرر شما هم باشد. در بعضی حالت دو نفر به هم دیگر مخاصمه میکنند، در بینشون مشکل میشود، به نزد قاضی شریعت میروید که قاضی از بالای قرآن و سنت به شما حکم میکند، شما تحاکم میکنید، طلب حکم از شریعت میکنید، به بالای شما حکم میکنند که بر ضرر یکی از شماست، بر ضرر شماست. کسی که از نظر شریعت به بالای اون حکم آمده است و ضرر دیده است، فکر کرده است که ضرر دیده است، البته این ضرر نیست، بر علیه وی شریعت حکم برآورده است، در این حالت هم انسان باید چی باشد؟ انسان باید قبول شریعت داشته باشد، هیچ ناراحت نشده باشد، خرسندانه قبول بکند. پس سر فرود آوردن در حالت هایی که سود شریعتی می شود، ملتزم بودن بر دین، عمل نمودن بر توحید و همه اون معنایی که انقیاد در زیرش دارد، همه اون معنی که انقیاد در زیرش دارد، انمون چیزها از طلبات قبول است و از لازمیات اون است. پس این رو گفته میشد انقیاد. بارک الله فیکم. یعنی انقیاد چیست؟ انقیاد در برگیرنده بسیار چیزها است. انجام دادن فعلها، راضی بودن به تحاکم شرعی، به شریعت الله زندگی نمودن، خضوع سرفرمان برداری کرد، یعنی همیشه سر فراوردن به حکم الله، اطاعت کردن، عمل نمودن به توحید، این همه از انقیاد است و هر چیزی که از انقیاد است از طلبات قبول است، از لازمهای قبول است. پس انقیاد به باب قبول از جهت لازم بودنش و استلزامش چیزی ضروری بودنش داخل میشد. پس ما از همین جا میفهمیم که انقیاد
این یکی از چیزهای ضروری قبول است. وقتی که انسان قبول کرد شریعت رو باید عمل به شریعت نماید. قبولی که به عمل است این ناممکن است. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده میشد که قبول تحقیق نمییابد، به وجود نمیآید مگر با عمل. فرق ندارد که ما بگوییم که قبول از عمل، یعنی عمل از قبول است یا که عمل از قبول نیست. عمل از قبول هست گوییم هم، عمل از قبول نیست گوییم هم، باید دانید که عمل به وجود آمدنش ضرور است، باید به وجود آید. چرا که عمل این یکی از چیزهای ضروری، لازمی و طلبات قبول هست. کسی که شریعت را قبول کرد باید عمل انجام بدهد. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله مستلزماتی یا چیزی ضروری قبول که این انقیاد است. چگونه که گفتیم اصل ایمان در قلب است و عملی جوارح این رکن است و چیزی ضروری ایمان است. هر کسی که اصل ایمان را آورد در قلب، اصل ایمان را آورد، اما رکن ایمان، چیزی ضروری ایمان، صحتی ایمان، چیزی که به همین ایمان صحیح میشد عمل را به وجود نآورد، ایمانش قبول نیست. این چنین قبول هم همچنین است. اصل قبول در قلب است، قول قلب و عمل قلب و زبان البته، اما عمل این چیزی ضروری هست. هر کسی که عمل رو به جا آورد این هم قبولش قبول نیست. پس ترک انقیاد این نابود کننده قبول است و ترک عمل در ایمان این کفر است. ترک عمل و انقیاد این کفر است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه اقرار نمودند و همین چیز رو تقریر کردن، انتخاب کردن. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط ششم صحت لا اله الا الله القبول دارد به شما بیان خواهیم.